دوستای عزیز، این کارخانه رحمان معصومی انشالله که یعنی میرخم کار نه دیگه، بسیار کار مارش خوبه. خدا در کارش برکت بده انشالله که سمسه کار کنه و چند بنده خدا بیاد پلوشی سوی بیل منان شنه. تلاش کرده بنده خدا در جای رسیده. اولش هم میگم بنده خدا کارگر بده مثل ما شما وری. این مواد رو که از ایران میخره میه، موادای نو کلگی از طرف قم میخره میه، نمیدونم از کدام شرکت ها میخره و دیگه خودش میدونه. این هم که از موادای متفرقه که اینا رو مور موشیه دوباره خوش کنه، اینا رو موادای مشکی جورونه. این هم که از شلنگایشیه، شلنگایش دیگه شلنگای فوق العاده، شلنگای همه شلنگای مواد نو. این هم که از رولای خرطومی خیلی لای لوگلوگه دیگه. این هم که از سالون دیگه ایشه، دو تا سالون داره بغل هم، خیلی سالون های کلان کلانه. این هم که از شلنگایش در کل دیگه شلنگایش مواد نوه، شلنگ و لوله خرطومی. اینا که در کل سفارش قنداره، اینا مثلا برای قنداره که کلگی قندار موره. اینی هم که هسته بره در کل شلنگایشه. این شلنگای سفارش قنداره که در کل اینا قندار موره. یک دو سه روز دیگه در قول افغانستان تیلر مینار، در تیلر بار میزنه، در قندار میبره. اینا در کل دیگه شلنگای فوق العاده ایه. کارخانه اینم که اتاق کارگریشه، اتاق هست که بچه ها داخل از زندگی مونه. یک فیلمی هم از داخل اتاق بگیرم که این اتاق کارگریه برادر. اتاقش از اتاقای ایران که خیلی بهتره، خیلی با ترتیب، خیلی منظم. این هم که هست برادر، این اینجا که هست کولرشه که کولرش روشنه. تا کولرهای افغانستان در کولرهای ایران فرق میکنه، خیلی متفاوته. این هم که هست اتاق کارگریه، بسیار لحو جب تر و تمیز. خدا برای هم و هر وطندار همین رقم کمک کنه که بیتنه انشالله همین رقم کار را بیندازه و منظم سمسه که یک چند تا بنده خدا بیاد پلوش نان بخوره. خدا با زندگی اونا خیر و برکت بده انشالله که سرمایش روز تا روز بهتر شده.